برای یک مادر عزیز ما که از ولسوالی دیدادی آمده اینجا دیگه هوای سرد، دیشب هم باران بارید، امروز هم کاملا باران باریده بود. بخاطر همسه تا اولاد ما یک نوناول هم اینا مست. آفرینتان، آفرین به همتتان مادر جان. بیجک است. همین لحظه چند لحظه پیش خریدیم، ممتا قیمت حساب نکنی که کلی همتان نزدی ما میبینیم همین لحظه و قیمت هم برشان معلوم است. دیدادی هم اینجا میه باز بار که ببر. صحیح است مادر؟ بخیر باشین، برید بخیر برید. اینجا ارزان شده خیر. پارت یک 4 کیلو پارت داخلش. خوش شدی؟ ها؟ بیا یک آغوش میدی برو. فلان موردم داره. خیر است خیر است خیر. خدا تر زیافت صحیح شد. خاطری کمک می‌کنم. سلامت خانم. پیاز هم میگه یک سیر. ختم ماه مبارک رمضان باز شما رو ما دیگه سر کار نبینیم. اگر شما رو ما خدا نخواسته دیدیم شما بد نخوره، شما گدایگری نمیکنید. چپ از این کلی مخلوقات مردم بسیار است. نتانستم که همین شبه یا می دو روز پیش کس استاد یا مستس چیزی بخوایم. 2800 نمی شد، 400 استارش پرت، 3200 3240. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 5 حمل 25 مارس و 25مین روز ماه مبارک رمضان است که ما حیات الله اسحاقزی همراه همکار نازنینم امروز در خدمت شما هستیم. امروز تلاش میکنم اگر موفق شدم در قسمت آخر برنامه هم کامرامین خود برای شما نشان میدم و هم ادیتور خود. توکل تعالی ببینم اگر توانستم. از شما یک تشکری ویژه باید بکنم که در شرایط بسیار وخیم اقتصادی همراه ما قرار گرفتن، مرا ترک نکردن. زیاد چیزا گفتنی دارم اما او باشه. فعلا از مصطفی جان شکر یک تشکری ویژه میکنم. بازم در این شبای قدر برشون شفای عاجل میخوایم. برای یک مادر عزیز ما که از ولسوالی دیدادی آمده اینجا دیگه هوای سرد، دیشب هم باران بارید، امروز هم کاملا باران باریده بود. ما میریم یک ذره مواد خوراکی براشان میگیریم، باز پس رخصتشان میکنیم. بیا یک همکارم یک امرشون یک صحبت بکنیم که چی مشکل دارن. خاله جان سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرت؟ شب روز بخیر میگذره؟ سلامت باشین. از دیدادی آمدین می؟ ببخشید که در یه هوای سرد شما را سرگردان ساختیم. چند فرزند دارین؟ 3 تا فرزند دارم. بچه کلان من نیستم. امی است؟ بچه کلان من نیست. و 2 تایش از که خورد است. 2 تایش از که خورد است. شوهرتان چی کار میکنه؟ شوهر ندارم، 7 سال شده شوهرم شهید شد طرف چمتان. خدا جایش جنت داشته باشه. خودتان چه کار میکنین؟ خودم یک کالاشی پیدا شوه، خانه تکانی مردم پیدا شوه کار میکنم، یا کار دشت باشه، روی چینی باشه، یا پخت چینی باشه، خشابه باشه، اینا می کارا رو میکنم دیگه. بخاطر همسه تا اولاد ما یک نوناول هم اینا مست. آفرینتان، آفرین به همتتان مادر جان. شماره ما را از کجا کردین؟ مدینه روز همینجا کالاشویی که رفته بودم در شیرآباد کالاشویی آمده بودم کدام جایی. خوش. همینجا کالاشویی کردم، بازم من در یک داله یک سراچه لاستیکی همینجا دین روز من کالاشویی کردم. 1 تا نان خاله بریم داد، 1 تا نان من امشب اولاد خودم روز شد تیر کردم. بازم همینجا کار کردم همینجا کردم یارو کنم شد شد شما را داد همچنین یه دخترم باشه، شوهرم باشه که همین شما را دیگه من زنگ بزنم میرم برای شما کمک خب ما منیس بچی تن است مادر جان، تشویش نکن، جگرخونه نکن. خدا مهربان است. نمی برگ صف سفید روی شما مجا بشینین. ما از همین دکان براتون یک ذره مواد خوراکی میبریم، قرار امروز فرزندانتان نوش جام میکنیم. درست است مادر جان؟ سلامت باشین، همینجا باشین. بیا پیش همکار ما بریم پیش هم دکاندار. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ شب روز بخیر میگذره؟ ما یک مایک دیگه هم داشتم فکر کنم. این اینجا یک مایک است. باش که اجازه خواستم میرم اینجا جای بانم برتون. اینا یا داخل. نامتان؟ اسمم منیر احمد است. منیر جان چه وقت ماشین اینجا دکان داری؟
تقریبا 4 سال میشه. 4 سال میشه. ما برای مادر یک ذره مواد خوراکی میگیریم. خوش. اینا لیستم پیش ما است و قیمت ها دیگه کلش برای من معلوم است که فکر کنم ما یک ما دکاندار شدیم. دلت انجام ان شاء الله. دیگه شما خیلی اصلا مطمئن است که بیجک دارین؟ بیجک تانا بگیریم؟ بیجکش تانا میگیریم. ما ببینیم که مطابق اینمی لیست اینا برای ما مواد خوراکی را چند حساب میکنه. خب آرد چند است؟ آرد درجه اول 1350 روپیه است. قالنچوب اول باز از او کده پایینترش هم بچه چاپ چند است؟ بچه چوب 1200 نه. خب بله سر. امو از بچه چاپ کده بالایش باز چند است؟ از بچه چوب کده بالایش 250 روپیه نه. دیگه او هم خوبش است. در چی میشه؟ در آشک؟ آشک و بالای نان همه چیز میشه. 1250. بله. یک دانه نوشته. یک گوشه ممتاز ما اینجا 1200 گرفته بودیم. خب خوش خیر اگه بینی باز تا بولم. سلامت. یک بوجار دیگه روغن چند است؟ 5 لیتره؟ روغن 5 لیتره این روز پیروز 480 و 90 بود. ولی فعلا یکم بالا رفت. خیر بود 90 به تا حساب میکنم. 490. اینجا سایکو چند است؟ 480. درست است. این بردانه. بله بله درست. بالا اندک بالا و پایین میشه. بالا پایین میشه. و برنج وطنی چند است؟ برنج وطنی خوبش زورش 380 روپیه است. باز مروجی 350 300 هم است. امو 350 شه خوش نوشته کنه چون با برای کل گیزم روغن یک دانه. یک دانه. برنج وطنی یک سیر. یک سیر. لوبیا چند است؟ لوبیا کیلوش باشه سیر. کیلو کیلوش 110 روپیه است. 110. بله سر. ما خود 100 خریده بودیم. این خب خیلی گپ نیست. 2 کیلو بگیرین. 2 کیلو. ماش هم 90 است نه؟ بله نه. اینی ماش است. بله بله. ماش هم 90 است. خوش. 90 میشه. چای سبز که 250 است نیم کیلوش 120 حساب کنین نیم کیلو چای. خوش. درست است؟ ماش چند کیلو بگیرم؟ 2 کیلو. ماش آباد بگیرم؟ ماش آباد 2 کیلو. 2 کیلو؟ خوش. دیگه چای سبز نیم کیلو بگیرم؟ نیم کیلو. شکر هم 2 کیلو. شکر چند؟ 60 است؟ شکر کیلو 60 است برسه. دیگه 2 کیلو شکر بگیر. خوش این دارم. نمک بگیر. نمک خوش. شکر چقدر بگیرم؟ 2 کیلو. خوش. مایه ظرفی ریکا او خوب صدر پس نه؟ ریکا صدر. صدر. ریکا ندارم باید بچه ریکا چیز خوبتر دیگه میتونم. چند است؟ هم 110 روپیه سیباز بوده شما. سلامت. درست صدر. خب شکر گفتین یک چیز دیگه هم گفتین؟ همین مایه است. مایه. خوش. مایه. خیر مشکل نیست. دیگه؟ خب نمک 40 روپیه است نه؟ بله سر. نمک 40 روپیه است. روپی نوره 100 روپیه. بله سر. میپیرم. خب اینا کیلوش هم چند است نمک؟ اینا کیلوش 60 روپیه بوده شما 55 حساب میکنم. 55. بله سر. از امی هر کدامش خوش. 2 کیلو بگیر. خوش. نمک یک پاکت. نمک یک پاکت. 6 کیلو بگیرم. 6 کیلو. خوش. 6 کیلو. دیگه؟ دانه خود چند است؟ دانه خود 50 روپیه است. 50 روپیه 2 کیلو دانه خود هم بگیر. خوش. چون حالا اینجا کچالو پیاز در این نزدیکا نیست نی؟ هست نزدیک چپ هست. این دور است طرف است. حالی مادر اونجا سرگردان کنیم. با جای ما دیگه چیزا باشم میخرم. خوب گپ است. خوب است. از خودشون پرسان کنید چی میگه. بازم خودتون میخوان 2 کیلو. 3320 روپیه است. 3320. بله سر. خب ما اجازه است اگه حساب کنم. صاحب اجازه است. بفرمایید. شما تا وقت ما جمع کردم بگیریم من یک حسابی میکنم. درست است؟ 1200 جمع 480 جمع 350 200 x 8
چند شده بود از خودت؟ 3320 آه درسته؟ بله آه. من به 400 چی بگم؟ حساب ما شما چند شد؟ 3320 آه 3320 افغانی. 1 2 3 3 رو بگیریم و اینجا یک کنسلی شاید داشته باشم ما این 180 افغانی شما برای ما بتون پس. یک 180 افغانی برای ما. تشکر. سلامت. قربانتون. بخیر باش. امیر. یوتیوب چنل مزار مایک. نو باز نشر میکنید. بیا اینجا. مادر جان. این میره با مبلغ 3320 افغانی ما برای شما نمی مواد خوراکی را گرفتیم. شما در دیدادی میشینین؟ بله در دیدادی میشینیم. این 180 افغانی پول موتر تاکسی تون هستن که جمله 3500 افغانی میشه. برگ صف صوفی درویش اینمی کمک یک برادر ماست، یک برادر کوچک بگه به نام مصطفی جان است، او برای ما ارسال کرده بود. ما از پول از امو برای شما اینمی مواد خوراکی را گرفتیم. برگ صف صوفی درویش. خیر ببین بیادر جان، هر جایی که هست بیادر ما، هر منطقه که هست خداوند بر شفا بده. خداوند خدا نگاه کنه. هر جایی که هست، هر مسلمان که در منطقه هست در خارج کشور است یا داخل از افغانستان است، هر مریض داشته باشه خداوند بر شفای کامل برش بده. ما دعاگارش هستم. من 5 وقت نماز میخوانم، دار بر روزه هستم، با اولادای نانآور من خودم هستم. خداوند دعا میکنم سر 5 وقت نماز سر دسترخوان این خوراکی که برای من داده ما برش هر وقتی که پخته کنم با اولادای خود بتون نبرشه. حتما دعا میکنم که خداوند شفای خوب بده. آمین. سلامت باش. سلامت. بخیر باشین. خدا حافظ مادر جان. بخیر باشین. خدا حافظ. دیدادی هم اینجا میه باز بار که ببر. صحیح است مادر؟ بخیر باشین. برید بخیر برید. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ بمی کاکا یک روغن 5 لیتره بتن. خوب است. چند است؟ 480؟ 90. یک سیر برنج چند است؟ 350 است. پلاوی وطنی. و آرد بچه چاپ چند است؟ آره بچه چیزی که بردیم چی جمع کرده بشه 12 سال بردیم. خلاص یعنی میده یک بوجی آرد دمی آدم یک بوجی آرد. بیا اینجا کاکا. بیا اینجا. یعنی یک برای ما گفتی که یک دانه روغن برای ما بخور. خب این طرف دار بخور. این طرف دار. نام خدا میادم عایش دوزانه یا بلد است. میشناسی یه مستقیم. آدم دوزانه است تا اینجا قطع کار میکنه همین خره میمونه کرایه فامیلی خیر دیگه. سلامت خانم. اینمی خی همون بوجی آرد برشون بده. خیر دیگه. خب یک کمی حساب ماشین حساب کو چقدر میشه بابا تام پیسه بتم. این دیگه چی میگه؟ خیر دیگه. صحیح شد؟ دکتر ضیافت هر مشکلی داره خدا سلامت حساب. این پول مردم است. خدا ناسم بخدا شما ختم میکنیم ما مجبور هستیم که غلط کنیم. میره اگر مثلا بس برای مصطفی جان است. پیسه از مصطفی جان است. مصطفی جان خدا هر مقصد داره، هر مرامی داره، هر مشکلی داره خدا. آسان رو بخشی برسیم. خدا مشکلی هر مسلمان آسان مشکل ما آسان. 2040 افغان. غلطه کتاب برو بیار. برو غلطه کتاب بیار. 1000 2000
زیاد چاله شد پشتیم و اینا هم تصدیق کردم که واقعا مستحق است. یعنی 2000 2050 در افغانی خود میگیریم. برای این کاکا هم مواد خوراکی میگیریم، رخصتشان میکنیم. ما باز هم از مصطفی جان یک تشکری ویژه میکنیم که دیگه خود تا شنیدید با ما باشه. این لالا جان دیگه شبه خودت میفهمی. خب پلاوی داد میشه. صحیح این یک دیگه ما بتن. اما رو باز یک بیل نوشته کده بتن. خوش میلاد برو یک دیگه گوگل بتی برش. صحیح باز ما سایل نمیکنم. سلامت. بیا بارکو بابا. اون یک بچه ها میگی بچه چا برای چاپ. بچه چا برای چاپ چیکو بار. میگم برای باد دقل تک میگه وان کاکای چاپ. سر فلاس چه بالا میگی پای چی شده با این هم تو. دیگه خوش شدی؟ ها؟ بیا یک آغوش بیتی برو. کلا موردم خیر خدا تر زیافت بچه بخیر باشه. بخیر برو. بخیر برو. خدا تر زیافت. آمین. هر مشکلی داری خدا آسان. آمین. بلش هم میگیریم با باز یک جای دیگه میریم. بیننده عزیز، در شرایط امروز یا خصوصا در ماه مبارک رمضان شناختن یک فرد مستحق بسیار مشکل است. مثلا در اکثریت جاده‌های عمومی مزار شریف در ماه مبارک رمضان بازارها نفر میشنه. اینجا آدم بیخی گیج میشه کدامش مستحق است کدامش نیست. یکی از دوستان اشاره کرده بودن. اما ما تا زمانی که شاهدی 2-3 نفر در ماه مبارک رمضان نگیریم برای کسی کمک نمیکنیم. قسم کامل از دادین اونمو دکاندارم شاهدی داد، از یک کسی دیگه هم پرسان کردم، به یک کسی دومی که ما برشان مواد خوراکی گرفتیم. به هر صورت ما چون حالا با منډی رفتن بسیار برای ما مشکل شده. یکی در پشت سر کامرا یک کامرای دیگه هم باشه باز ما را فیلم برداری بکنه، باز برای شما معلوم بشه که ما را چقدر مردم اذیت میکنه. واقعا اگر مستحق واقعی باشه ما هیچ مشکل هم راشون نداریم، چون پل شماست، ما یک وسیله هستیم برشان تسلیم میکنیم. اما شناختن یک مستحق واقعا کار مشکلی است. ما بریم طرف چوک برکت ببینیم در آنجا با کی سر میخوریم. یک مادر دیگه است که صبح زنگ زده بود بریم، هرچی برشان من تا هنوز هم زنگ میکنم تلفنش کار نمیکنه. اگر امروز شد خب امروز، اگر امروز نشد با صبح حتما برای زوم مواد خوراکی از پل مصطفی جان شاکری حتما میگیریم. با ما باشید. بیننده عزیز، ما در جستجوی یک فرد مستحق بودیم. یعنی برادر ما، این لالای ما اینجا بازارها نفر سرمایه‌دار است و هیچ کدامش دلش نشده بود. ما میرفتیم طرف مسجد برای ما صدا کرد، قصه کرد برای ما هم قبول کردیم. حالا به خاطر ادای احترام به شخصیتش، به معنویتش نمیخوام که چهرهش در حضور کامرا بیاید. یکی چی مشکلات دارد بیاید از خودشان بپرسیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ برادرتان خوب هستین؟ خیر بخیر هستین ان شاء الله. شب روز بخیر میگذره؟ الحمدلله. سلامت. دعای سرتان. خانه آباد. کی مایکن تو بانید؟ چه کار میکنین؟ نامتون هم پرسان نمیکنم. چه کار میکنین؟ ما گلدوز هستم. چقدر روز میشه که کار نرفتین؟ تقریبا 27 28 روز میشه و دنبال کار هستم.
که کسی برم کار بده. در هر جای میرم برام یک وعده میتن، میگن 2 روز بعد بیا یا 5 روز بعد بیا. باز صبحش که میرم منصرف میشن میگن بس ما پوره بود. و امروز بسیار یک روزی را اولادان سپری کرده است که در خانه چیزی نداشتم و 2 شبی که پیش رو داریم گذشت. بسیار یک شبایی بود که یک پیاز تلخ در خانه نبود. 1 ساعت پیش از خانه برآمدم. یعنی خدا نخواسته سر شما بد نخوره، شما گدایگری نمیکنید. چه پزی که مخلوقات مردم بسیار است. نتانستم که همین 2 شب یا همین 2 روز پیش کسی استاچ یا مستس چیزی بخوایم. به خاطر از این خواسته نتانستم که اگر مرا چی خواد گفت یا چی فکر کنه و نمیتونم من به کس دست دراز کنم. و این که برای خودتان زبان زدم و رو آوردم، خیر از باعث یک مسلمان، باعث یک برادرتان. و حتما ایره خداوند متعال مرا گفته بود که پیشری شما استاچیوم از شما ما یک چیزی را بخواهیم کمیم شبم سپری شود که تا اولاد. گاز چی میکردی؟ گاز دین شب یک ذره کچالو ترکاری داشتیم، گاز و نان خشک نداشتیم. و چیزی را که براتون میگم بجوس راست، دروغ نمیگم. یعنی اگر زمینه کار برای شما فراهم شود شما کار میکنید. یعنی یک زمینه مساعد شو یک آدم اگر یک انسان یک کار کرده میتونه و ما شدت مردم زیادتر است میتونم که 2 فرد کارش بکنم به خاطر روز روزگارم. عروسی کردین؟ بله. چند فرزند دارید؟ 2 تا. 2 تا؟ بله، مایل جان و سبان جان. ما از پل مصطفی شاکری یک هموطن ماست، زکات میگین، سرسایه میگین، فطر روزه میگین، برای ما ارسال کرده بود. ما هم آنازمو پل برگ صفی درویش برای شما یک ذره مواد خوراکی میگیریم. این پل ما نیست، ما یک وسیله بین پل مردم و بین کسایی که واقعا مستحق است هستیم دیگه. ما از ما پل برای شما یک ذره مواد خوراکی میگیریم. خوب است استاد محترم. من کتال اولادم این دعا میکنم که برای مصطفی جان و برای خودتان که قدم را انجام میکنین دروازه بیشتر الله براتان رواز بگردانه. و برای مصطفی جان عزیزم شفای عاجل میخواهیم، خدا برشان شفای عاجل نصیب بگرداند. الهی آمین. صدقه که شما در ماه مبارک رمضان کردین 1 بر 70 میشه. این برادر ما گاز هم ننداختیم نخیر. ما میریم هم برات مواد خوراکی میگیریم، هم براتون گاز میندازیم. درست است؟ خداوند متعال بر شما در ماه مبارک الله حج نصیب بسازه. سلامت باشین. با عزت باشین. تشکر از یافت استاد خان. خیر. سلام علیکم. بیننده عزیز از این برادر ما یک تشکری ویژه میکنم. امیل از تمام چیزشون بسته میکرد، دکان داخل می آوردن. ما از پیشم خواهش کردم که به ما هموطن ما یک ذره مواد خوراکی میگیریم اگر وقت داشته باشیم مشکل نیستن. سلام علیکم. علیکم سلام. چه دارید؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیرت؟ نامتون؟ عین‌الدین. عین‌الدین جان دکان فکر میکنم تازه است، 1 سال میشه؟ تقریبا 1 سال میشه. 1 سال میشه. سلامت باشید. خیر. شما میرین طرف افطار، ما میریم طرف افطار. ما اکثرا مواد خوراکی با برادر ما میگیریم. پیش ما دیگه بیجک است. امیل از چند از پیش خریدیم، ممتا قیمت حساب نکنید که کلی هموطنا نزد ما میبینه. امیل از و قیمت هم برشون معلوم است. آرد بچه چاپ داره؟ داشتیم. چند است؟ 12 صدف کنیم. نوشته کنیم. یک بوجه. روغن 5 لیتر 480. بله. روغن 5 لیتر 480. بله. نوشته کنین یک دانه. برنج وطنی که هم در پلاو شو هم در شوله 350. صحیح است؟ این مقصد پیشتر خریدیم میره. از همسایه شما البته خریدیم، یک سر طرف سر. خب 480 گرفت میره. لوبیا را 110 یا 100. لوبیا 100 در لوبیا اول است. بله. 2 کیلو بگیریم. ماش خو 90 در پس. اگر چند ماش دون 90 است ولی این ماش از 90 بهتر ولی ما بسیار ماش. این ماش وطنی نیست؟ نه ماش قزاقی است کلان دانه. وطنی کو ندارین؟ وطنی خیر تمام بودم با حساب مشکل نیست. سلامت خانم. امرم 2 کیلو بگیرین. لوبیا 2 کیلو. ایرم ماش هم 2 کیلو بگیرین. خیش. چای که 250 سمی است یا دیگه از کیلوش؟ ماش هم 2 کیلو بگیرم. خیر زبور حساب بگیریم زیادتر نمیپرسیم. نیم کیلو از چای بگیریم. نیم کیلو چای.
مایه ظرفشویی ریکا 100 افغانی است دارین؟ بله هست 100 رو پس بگیریم. آش بردگی 25 است. بله بگیریم لازم 4 دانه آش بردگی. شکر 55 است 60. 60 2 کیلو شکر بگیریم. نمک خود 40 است دیگه. 2 کیلو چی گفتین؟ شکر دیگه نمک نوشته کنیم. نمک یک پاکت پاکت نمک. روب چند است؟ روب 100 پس نه؟ رو 100 هم داریم 90 هم نه ما 100 پس. 100 هم یک دانه. دیگه دیگه برشان مو گاز میگیریم و گاز و مکرا برشان میتونید. امیر اگه حساب بکنیم شما خلاص است. خلاص. ماشین حسابتون بگیریم. پیش نوشته 90 180. این چای سبز 125 میشه. 130 ما زیاد میپوشیم که چی؟ 5 دانه چای است. چای 120 سلامت تشکر. 120 ماشین حسابتون بگیریم. سلامت ان شاء الله قدم مدد 12 ساعت 480 120 120 100 برنج نوشته نکردی فکر می‌کنم. برنج نه چند کیلو بود؟ برنج یک سیر بود نه وطنی قول وطنی که هم در پلاوش هم در شوله 350 این وریدم پس بیام 350 جمله 2800 و 2000 خب 2800 بگی خیر است. خدای سرتا ما 2800 برای شما میتم. خیش شما فقط همین چیزا رو آماده کنید کلشون. درست است. 1 2 اونیکه یکیز بزلگه بریم. 200 دمو بتن. آش مکرونه بیشتر داره تورتا انا که استاد کنم ایرا میریم برشان گاز میندازیم. یک سر کرایه هم برشان میتونم. کرایه که چند دو برام براتون حتما میگم. با ما باشید. بینیدای عزیز اینجا برشان گاز میندازیم. گاز چند است؟ سلام علیکم. اینجا ارزان شده خیلی. پارت یک 4 کیلو پارت داخلش. از هوا پر نکنی خواه؟ از گاز پر کن. کچالو پیاز چند است؟ کچولو پیاز سری 160 روپیه. چی؟ کچولو و پیاز چند است؟ پیاز 130 روپیه. یک سر پیاز و یک سر کچالو طور کن. صحیح است؟ یعنی پیشی گاز است و پیشی دیگه هم براتون بتون. خب؟ زیاد شده نه؟ صحیح شد. خاطری کمک می‌کنم. سلامت خانم. پیاز هم میگی یک سیر؟ بس خیلی. دوست هم اون میشه نه؟ اینو ولی از این 50 روپیه کم شد نه؟ 50 و 290 چند میشه؟ 50 290
340 صحیح است؟ 340 دیگه براتون بتم. نه 340 بعد سایکو 290 او شد 290 پیاز کچالیش ها خواهد 150 3 کیلوگرم میشه 440 منفی 200 برش دادیم دیگه خواهد 200 دادیم منفی 200 240 دفعه بیدیم 240 دیگه براتون بتم صحیح میشه 3 کیلو نشد چی کمک کنم برات بچه ها چی میشینی؟ اینما برو بخیر برادر عزیز امیدوار هستم که دیگه تا ختم ماه مبارک رمضان باز شما رو ما دیگه سر کار نبینیم. اگر شما رو ما خدا نخواسته دیدیم باز شما پیش ما مثل امو گدایگر هستیم. خدا نخواسته سرتان بد نخوره. یک کسی که غلطه که میگیره این حساد میشه. این دیدین که ما از او برادر براتون مواد خوراکی گرفتم. اما بیل ما را چی کردین لالا بیل؟ اما بیل اک بیارین براتون 3 کیلو گاز اونجا انداختیم. بله دیدین نی؟ بله بله یک سیر کچالو و یک سیر پیاز شد. بچه‌نو 3 کیلو گاز 440 افغانی شد. بله. درست است؟ و اینم اینجا جمله چند شد امور نشته نکرد جملهش چند شده بود 2800 نمی شد 400 استارش پرت 3240 با مبلغ 3240 افغانی ما برای خودت مواد خوراکی گرفتیم. خداوند براتون خیر نصیب بگردونه. دیگه برگ سبز تحفه درویش دیگه همون موضوع قبلی رو جدی مد نظر بگیرن که ما خدا نخواسته باز نشه شما رو ببینیم. از خودتان تشکر اظهار میکنم و از مصطفی جان خان که خداوند متعال این دنیا و آخرتشان الله سبز بگردونه و شفای عاجل برشان نصیب کنه الله. ان شاء الله دعا خواهد کردیم برای خودتان و برای مصطفی جان. سلامتان از رنجه کردیم. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. بسیار خوش ساختین مرا ماه مبارک که دست ما را گرفت. خدا شما را خوش ساخته. قربانتان. بخیر باشین. تشکر زیاد.